موجب خسارت میشه و باعث میشه که مشتری دوباره بخواد ایزوگامش رو ترمیم کنه. من خواهش میکنم از شما عزیزان که زمان خرید محصول به استاندارد ملی ایران، ضمانتنامه‌ای که کارخونه تولید کننده ارائه میده و تاریخ تولید توجه داشته باشید که بعدها باعث خسارت نشید. ایزوگام با کیفیت یعنی آرامش خاطر، یعنی جلوگیری از خسارت. من باعث افتخارمه که بتونم راهنماییتون کنم، مشکلات رو بهتون بگم. هر سوالی در رابطه با ایزوگام با کیفیت چیه، چجوری تولید میشه، چه موادی توش به کار رفته، میتونم راهنماییتون کنم. اگه مشکل دارید میتونید دایرکت بدید، بپرسید، تماس بگیرید، میتونید حضوری تشریف بیارید، من در خدمتتون هستم. میتونید تماس بگیرید، اصلا ما خودمون بیایم رایگان بهتون مشاوره بدیم، هیچ مشکلی نیست. مجموعه ایزوگام فلاح